دلم بیخی خسته شدیم از زندگی خسته شدیم میریم سیدان اولاد ما بیرم در بتم خدا بکشم از بین ببرم میگم خدا ما را رسی ما را یک جای بریم اما بیادرکت هستم خوش نیست که من بیادرکت باشم بیادرک کلان داشته باشی خوش است تو خب خلاص که خوش هستی آفرین قند لالای خود و پیسه خواهش میکنم و در کنار از مواد خوراکی آرد روغن خشواش تو کاریم نانه میخوره خواه میشم اشکم خالی خواه میشن من بسیار رنج میبرم مبلغ 10,000 افغانی رو هم شما بگیرین انشالله بعید میشه که چیز آمادگی بگیرین بدنم که مرده بسیار ما تنها شدیم بگی هیچ سرپرست چیز نداره زنی بیادرم که میبینه زن مادرم که میبینه بسیار رنج میبرم خب کلش از مجبوری بود چرا چون نواز نبود مشکلات سر زیاد بوده قرضدار بودم میخواستم قرض بود 9,000 یم 10,000 10,000 خوب هستین خواهر سلام علیکم بیدر جان خوب هستین میشه که بگین چند نفر هستین که سرپرست فامیلتان است و به میجا زندگی میکنین شوهرم 10 سالنگ از بین رفت دیگه هیچ چیز خانه نداریم بسیار در حالت بد هیچ چیز خانه نداریم بسیار در حالت بد دارم خودم عملیات شدیم پیسه دوار ندارم نکنین خواهرم گیره چند ماه پیش شارتان آتش زدید 3 ماه پیش آتش سوزی سالنگ از بین رفت موترم سر ما توان شده هر وقت بر ما میگه که پیسه موترم بسیار در حالت بد قرار دارم اون موتر از کس دیگه بود اینا موتروانی میکردن آواز دیگه کس بود موتر است دیگه کس بود جسدش پیدا کرده نه شوهر من نیافتم دیگه اولادم نکنین مادر جان گریه نکنین خدا میرو پدر یادت میاد خدا مشکل فهم نکنین مادر جان گریه نکنین چی میخورین حالا پول کی برتون یعنی سرپرستی فامیلتان پیش میبره هیچ کس نیست بیادر جان خودم هستم خودم هم عملیات شدیم هیچ کس کوی ندارم مگر در خانه میرم کلگی سرم دماغ میکنم نکنین مادر جان گریه نکنین انشالله که ما در کنارتان هستیم و این خواهرکای ما خواد بود نکنین شما اشکایتان رو پاک کنین میرم من هر کس هر چیز میگه در خانه که میرم هر کدام هر چیز میگه دلم بیخی خسته شدیم از زندگی خسته شدیم میریم سیدان اولاد ما بیرم در بتم خدا بکشم از بین ببرم چی کنم نکنین گریه مادر جان ای دخترکتان است این دخترکم تخصیص شده بخی عزیز ما خوراکی 3 ماه است دیگه میال خودم هیچ چیز نداریم در خانه عملیاتم شدیم هیچ چیز در خانه هم ندارم مبلغ پول از خواهرم 10,000 افغانی است شما بفرمایین را بگیرین و پیسه خواهش میکنم و در کنار از مواد خوراکی آرد روغن بوره و همه چیز است انشالله نزدیک به 12-13 قلم جنس است رمضان خوش تیر کنین به عیدتان پول از استفاده کنین انشالله شما هستین نماز خداوند قبول کنه خیر بینی هر کسی کمک کرده ما کرده خداوند جان جور بده خیر باشین خواهرم شما خواهر ما هستین درد شما مشکلاتتان ناراحتیتان از ما است این فقط این نیست که ما منت بانیم بر شما رسالت ما است یعنی وظیفه ما است که ما باید در کنار شما در این شرایط سخت باشیم دیگه الله متعال شوهرتان مغفرت کنه و فرزندایتان ان شاء الله نیک ساله بزرگ شود تشکر از شما و خیر باشید میگم خدا ما را رسی ما را یک جای بریم نکو زهرا جان گریه نکو خند لالا آفرین خدا نکنه چرا الله متعال مهربان است اما بیادرکت هستم خوش نیست که من بیادرکت باشم بیادرک کلان داشته باشی خوش است تو خب خلاص که خوش هستی آفرین قند لالای خود پس تنها نیستی اشککای تپاک کن آفرین خدا نکنه دیگه ای دواره نکن خدا ارسی ما را بکشه فهمیدی؟ در کنار مادرت باش اشکای مادرت تپاک کن آفرین قند لالش آفرین
دوستان عزیز، زهراگک دیگه کتیماس، ما در هر ماه این فامیل اسپانسر هستیم انشالله. در کنار یک خانواده دیگه که اینا مشکلات و درد متفاوت دارن. خوب هستین خاله جان شما؟ میشه که مختصرا در ارتباط با وضعیت زندگی تان چند واضح از دیگه معلومات بتین که چند سال میشه شوهرتان وفات کرده، چند فرزند دارید؟ بیادر جان 2 سال میشه که شوهرم فوت کرده دیگه. 4 تا اولادایم است که خودم 5 تا دمی اتاق تمام زمستان ما تیر کردم. به خدا افسرم یا چکک میگه دروازه صحیح نیست، دالیز نداره. یه اولادایم خانه خود مریض بوده، پیسه دواش نداشتیم دوا بگیرم. مشکلاتم بسیار زیاد است بیادر. باشواش تو کایم نانا میخوره خواه میشه مده اشکم خالی خواه میشن. من بسیار رنج میبرم. بچه که میرم جا پیش اینان بایی گاهی وقت استاد میشه بسیاری وقت نانا میتمردم. همه تگیری هم کنم یا بعد میرم مادر کسی نانم ندادم. بچه کلان تو نمیه؟ می بچه که من بیادر شنده بسیار مشکلات زندگیم زیاد است. این نانا را کی برتان داده؟ این چیم بچه که نفس کنم جا نکنین خواره گریه نکنین، مشکلاتتان حل کنین انشالله. کسی در این مدت شما رو دستگیری کمک نامده؟ نه بابا یکی دروازه ما رو باز نمیکنه. وکیل کوچی ما از بیچاره ما اینجا کم پسته هیچ کمک چیز نمیاد، هیچ کس قصه ما نیست. این دفعه اول از شما می دست ما غریبه گرفته. نکن مادر جان گیرین، الله متعال مهربان است. این مواد خوراکی از طرف خود بنیاد ماست و مبلغ 10,000 افغانی رو هم شما بگیرین انشالله. بعید میشه که چیز آمادگی بگیرین از طرف خواهر ما وجمه نعیمی است، استفاده کنین و در ضمن از توسط ما از طریق بنیاد شما اسپانسر هستین. هر ماه به شما این مواد صحیح درست است. درست است؟ بسیار زیاد صحیح است. البته شرطش این است که آمد جان بیادرک باشه دیگه. هستی بیادرک؟ خود دیگه خود جگر خون نمی باشی؟ نه. پدرت یادت میاد مثلا شبانه که تنها میشی وضعیت خانواده رو میبینی چی احساس می‌داشته باشی؟ بسیار احساس بد می‌داشتم. بدنم که مرده بسیار ما تنها شدیم. هیچ سرپرست چیز نداره. زنی بیادرم که میبینم، زن مادرم که میبینم بسیار رنج میبرم. نکو گیره خواره که از من نکنین گیره. ما دیگه برادرتان هستم انشالله، ما در کنارتان هستم دیگه، تنها نیستیم. درست است انشالله. گیره خونه میکنی دیگه. آفرین اشکای تا پاک دیگه. چند روز بعد انشالله ما میریم نزدیک عید میریم که تا آمد جان همراه خوارکایش انشالله و دیگه ما در کنار فامیلی مادر بزرگوار هستم. خاله جان دیگه انشالله غم و غصه نخورین، ما هستیم. صحیح درست است. خیر بینی بیادر جان، زنده باشی. خداوند کارتان کمک کنه. خدا قبطتان جمع کنه مثل ما غریب بیچاره دستشان نمیگیری. با خدا دفعه اول مثل که من مقام مواد چیزا رو دیدیم کسی که ما کمک نمیکنن که از دست ما رو نمیگیره. بزدی و خیر باشین خاله جان. انشالله ما تا آخر ماه مبارک رمضان خانواده‌ای زیاد است که اسپانسر میکنیم. و خیر باشین. تشکر از شما. و خیر باشین. بازم در کنار خواهر بزرگوار دیگه هستیم، کسی که 4 فرزند داره، مشکلات زیاد خانوادگی داره، مشکلاتشون از زبان خودشان میشنویم. میشه که مشکلات تا نبگین که چند نفر در فامیل هستین، شوهرتان چند سال میشه وفات کرده است؟ دیگه مشکلات هم هست که این قسم کالاشویی کالای خانه مردم از بلاکار جمع میکنم میان در خانه میشه و روتو میکنم پس میبرم برشان. باز امور 100 روپه 200 300 میتبرم دیگه امور کم تم خرج خانه میکنم. شما که مثلا احساس میکنین میبینید کس در کنار تا نیست، 4 فرزند هم دارین و یک قسم یک جای هم زندگی میکنین، بعض اوقات وقتان که تنها میشین از خدا چی میخواین یا چی اگالت داشته میباشین که از 4 طرف مشکلات شما را احاطه کرده؟ خدا چه مشکل مرا حل میکنی. من یک دختره که من یک چند وقت پیش او رو به فروش انداخته بودم بیادر جان که او فروش آلنا ما تو راه میخریده. دخترم توکت مرده اما مرزیات را میتر وقت دخترتون چند ساله بود؟ کنیم ساله. او رو میخواستین بفروشین بازو و مریض شد وفات کرد؟ شاو توکت سو میفتم باش که هایش هوی چی آدم نمیره وقت یادم نمیده چی هر بار میشه کاشت ما برو نمیم
گفتم که نام فروش سرش نهایم. و کلش از مجبوری بود پدر جان، نواز نبود. مشکلات سر زیاد بود، قرضدار بودم، میخواستم قرض بدم. خودم مریض هستم، از نای کمر مفتیدیم، ضربه خوردیم، پیسه تداویش ندارم تداوی کنم. اگر ما از کدام چیز از خاطر اولادایم در میدان باید چی کنم. مشکلاتم بسیار زیاد است. امی روزا که میبینم زیاد من رنج میتجیر خون میشم، تشویش زیاد دادم. اسما که چرا گریه میکنی قلب بکن؟ نکن گریه. چرا گریه میکنی؟ البته پولی لالایت بیا نه؟ بیا پولی من اینجا بشی، اینجا یک بشی. آفرین. چرا گریه میکنی؟ نکن گریه دیگه. خوب؟ آفرین. خورکه. ما بیادرک دست. مرا دوست داری بیادرک پاشم؟ آفرین. بیرون میری که ما خرید بریم؟ آفرین. باید لباس بگی. خب؟ آفرین. حالا بگی پیسه را حساب کو. حساب یاد داری؟ حساب منه. حساب میتونی که نه؟ نمیتونی؟ خشکای تو خوب بک دیگه. آفرین. کی میتونه حساب کنه؟ پیش پدر دق شدی؟ بگیره حساب کن. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 یم 10000. 10,000. آفرین. البته با مادر جانت که بخیر برتان باید مصرف کنه. آفرین. بسیار زیاد تشکر ویده جان. ما ایران مانده بودم که باید از اینی آمد چه رقم کنم. ما کدامیش میام مادر باید ما کالا میخریم. کلان خو میفهم مقبول نیستی طفلا رو بازی داده نمیتونم. برم شلا میشن که کالا بخر کالا بخر. وقتم سعیست برشان میگم. این خداوند مهربان است که شما سردشار رو مشرین و باید پول دادین ما برز. شما در شماره بنیاد پیام مانده بودین درست؟ بسیار زیاد پیام برتون مانده بودم. و حال نوبتتان رسید. تشکر زنده باشی ویده جان. خداوند تو را عمر طولانی نصیب بگردن. بعد از اینکه سروی کردیم دیدیم که واقعا مستحق هستین، نوبتتان رسید. خب بخیر استفاده کنین، الله میتونه مشکلاتتان حل کنه. ما در صدد یافتن یک اسپانسر به این خانواده هستیم. دوستا حتما انشالله که خواهر محترم ما را تنها نمیمونه. مقصد اسما جان و اسناگه کسی هستنی خورکه قند و لک ما را و مجموعی پسته خواهر ما و اجمن ایمی کمک شدن که الله متعال به اینا عجب پاداش بده و مواد توسط خود بنیاد به خاطر البته ایام دوستا کمک کردن. از مجموعه کمک های دوستا از مواد که ما خریداری کردیم و این روند ادامه داره انشالله. مواد روند پول نقد و مواد توزیع مواد. شما میتونین که یک البته بر اندازه که توانایی داری یک رمضان خوب، یک عید خوب به خانواده به هدیه بدین.